خب دوستان، اینم از تست سرعت مودم X28 پرو با سیم کارت ایرانسل و دکل شماره 40 4G. اینم سرعت دانلودشه. همونطور که بهتون گفتم تست میگیرم ازش. مودم X28 پرو. خب بریم این تست هم بزنیم ازش. تست سرعت دیگه خودش اینجا مشخص، ولی تستم براتون بزنم. پینگ 89 به خاطر اینش داره دانلود میکنم و من خودم واقعا راضیم از این مودم. سرعتش واقعا بالاه. پینگ 3040 پابجیش با پینگ 20 طرف که عرب باشه برابری میکنه. خودم تو فایتام میتونید تو گیمام ببینید که طرف با پینگ 20 رو چطور میزنم. خب اینم تستش، ولی بیشتر به خاطر اینش داره دانلود میکنه. تستش پایینه، سرعتش پایینه، ولی خب 16 میشه گفت حدودا 14 مگ بر ثانیه است. من الان تو این 1.5 ساعت 2 ساعت 24 5 جیگ دانلود کردم. اینم بازی فورزاه. بعدش بریم برای GTA V. خب دوستان، اینم از تست. نکاتشو تو فیلمی که میخواد آموزش بدم بهتون توضیح میدم که دکله رو چطور تغییر بدید و اینترنتش چطور بهتر میشه بهتون توضیح میدم. دوستان همونطور که میبینید من ساعت 3 صبح زدمش رو آپلود. الان 6 و 11 دقیقه است. حدودا یه چیزی هلوش 125 جیگ دانلود کردم که این 6 تا هم دانلود کنه حدودا یه 139 گیگ میشه. 139 گیگ رو تو 3 ساعت و نیم دانلود کرد. و بذار دانلود ببخشید 127 گیگ تا الان که حدودا ساعت 6 و 12 دقیقه است دانلود کرده. 127 گیگ سرعتش فوق العاده است. یعنی تو 3 ساعت و نیم بودن 127 گیگ دانلود کرد، زیر 3 ساعت و نیم.